تا چه اندازه به علم مردم نیاز دارند؟ یعنی حاجت مردم به علم. ابن القیم رحمت الله علیه میگویند که حاجت الناس الیه اعظم من حاجتهم الی الطعام و الشراب. حاجت مردم به تعلیم علم از حاجت آنها به طعام و شراب بزرگتر است. بنابراین امام احمد هم گفتند که انسان در یک شبانه روز 2 مراتبه یا 3 مراتبه نیاز به طعام و شراب دارد، اما در تمام احوالش به علم حاجت دارد. چگونه راه گردد، چگونه به کوچه براید، چگونه لباس پوشد، چگونه سلام دهد، چگونه علیک گیرد، چگونه طعام خورد، چگونه علم آموزد، چگونه خواب کند، همه این به علم محتاج است. بنابراین حاجت ما به علم بزرگ است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که مادر مومن ها ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنند، میگن که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلى الصبح قال اللهم انی اسألك علما نافعا. وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بامداد را میخواندند هر روز، یعنی میگفتند که اللهم انی اسألك علما نافعا، پروردگارا من از تو علمی نافع میپرسم، علمی فایده دهنده و رزق پاک و عملی مقبول درگاه الهی. هر سحر از الله تعالی علمی نافع میپرسیدند که این دلالت به احتیاج مردم به علم نافع میکند. کس میتواند که خودش به واسطه از الله طلب زیاد گردیدن علم کند؟ بله، الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در سوره طه امر کرد که وقل رب زدنی علما. پیغمبر، یعنی این خطاب به پیغمبر است و امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در بر میگیرد. وقل رب زدنی علما، بگو پروردگار علم مرا زیاده گردان. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در شرح صحیح بخاری در فتح الباری گفتند که این آیت دلالت روشن به فضیلت علم میکند، چون الله تعالی پیغمبرش را در یگان موضع قرآن به زیاد شوی چیز امر نکرده است، به طلب زیاد شوی چیز، مگر برای طلب زیاد شوی علم. ای پیغمبر بگو که پروردگار علم مرا زیاده گردان. امر و سپارش از جانب الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و به امتان ایشان است که هر سحر باید دعا کنند، هر روز باید دعا کنند که پروردگار علم ما را زیاد گردان، و این دلالت میکند که ما به علم به نهایت حاجتی بزرگ داریم.